به نام خدا، سلام و وقت بخیر علاقمندان به فوتبال، همراهان با پارات اسپورت. با سوت داور چینی رقابت حساس و نفسگیر تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن آغاز میشه. گرده به سعید عزت اللهی میرسه، یه پاس عالی از سعید، موقعیت برای جهان بخش، ضربه‌ای که از بالای دروازه به بیرون میزنه علیرضا جهان بخش. تصمیم گرفت که از همون فاصله ضربه خودش رو بزنه، خوبم زد انصافا ضربه بغل پای خودش رو. من بیشتر سعی میکنم به جریان و گزارش بازی بپردازم. یه ضربه از عزت اللهی که گرفتنش برای سوزوکی این بار خیلی سخت نبود. اشتباه موریتا، توپگیری سعید عزت اللهی. مهدی طارمی رو عرض میکنم، یه فرصت خطرناک برای خود موریتا، دوباره توپش میرسه، خیلی خطرناکه و دروازه ما باز شد. ژاپن 1 ایران 0. شاید گلی که خوردیم باعث بشه تا از لاک دفاعی تیم بیرون بیاد و بریم رو دروازه ژاپن. موریتا گل زد. موریتایی که فقط 2 گل ملی در کارنامه فوتبالی ثبت شده بود. یه به هم ریختگی عجیب در خط دفاعی ما، خیلی راحت دریبل خوردن بچه ها و چقدر بد بیرانوند گل خورد. از بیرانوند یه جورایی بعید بود بتونه این نتیجه رو جبران کنه. یه ارسال بلند، سردار خیلی پخته تر از 4 سال پیش، سردار آزمون، داور آفساید گرفته. یه پاس پشت دفاع ژاپن، خطا اگر میگرفت داور میتونست کارت زرد دومو بده به ایتاکورا. کاشکی میافتاد، کاشکی سامان میافتاد رو زمین، واقعا کاشکی خطا میگرفت، قشنگ کارت زرد دومو میداد به ایتاکورا. جهان بخش، موقعیت برای سامان، دور و برش رو نگاه میکنه تا ببینه همتیمیاش کجا. خود سامان، ارسال روی دروازه، سردار آزمون نرسید به توپ تا توپ لو بره. یه ارسال بلند خطرناک، این ارسال توپی لو داد امید ابراهیمی، خطرناک این توپ داخل محوطه جریمه ما. کوبو میزنه ضربش رو. توپگیری از علیرضا جهان بخش، خیلی خوب این کارو کرد. موقعیت برای محبی و توی دروازه، گل مساوی، گل مساوی برای ایران. محبی دروازه رو باز کرد. ایران 1 ژاپن 1. بالاخره دروازه ژاپن رو باز کردیم، کاری که سابقه نداشته در جام ملت‌های آسیا. ما تا حالا به ژاپن گل نزده بودیم در جام ملت‌های آسیا. چه پاسی داد سردار، سردار ایرانی ما یه پاس عالی ارسال کرد برای محبی و موقعیت رو هدر نداد. این بار محبی کم نقص عمل کرد. خیلی خوب بود این گل، عالی بود این گل. باری کلا سردار، چه پاسی داد. هممون رو یاد پاس علی دایی برای خداداد میندازه این صحنه‌ای که مشاهده کردید. بازی استرالیا رو یادتون بیاد و فریادهای باز هم روی زمین، باز هم روی زمین، که مصداق بارز این گل بود که خیلی برای ما ارزش داره. فکر کنم بازم جلوتر بود سردار، امیدواریم آفساید نبوده باشه. موقعیت برای سردار آزمون، یه تو سر توپ سردار و توی دروازه، اما پرچم کمک داور از اینجا که اصلا نمیشه تشخیص داد اگه آفساید نباشه. چه گلی زده سردار برای ما، حیف. یا فکر کنم آفساید بوده، بله متاسفانه. حرکت عجیبه علیرضا جهان بخش، خطرناکه. خوشبخت، واقعا ترسناک ترین بازیکن‌های تیم ملی ژاپن همزمان به بازی میان. ارسال خطرناک و وای که نشد که دبل بکنه
محبی. وای اگر این توپ یه مقدار این ورتر بود. حیف، واقعا حیف. سعید عزت اللهی، ارسال، موقعیت برای قدوس، برای سردار آزمون، موقعیت برای سردار آزمون. پرچم کمک داور بازم بالا رفت. دریبل قشنگ محبی، عقب‌تر برای محمدی، ارسال مواد روی دروازه. وای اگر این توپ گل میشد. ضربه سر عالی سردار آزمون، چه سری زد و ببینید از کجا توپش به بیرون رفت. سردار یکی دیگه از بازیکن‌های بوندسلیگایی ژاپنی ها است، هیروکی ایتو. ارسالش بلند روی دروازه، خطرناک بود. روز دیگه است ارسال روی دروازه از سامان قدوس، داور چینی. سامان قدوس ارسالش روی دروازه، خطرناک این توپ. ضربه شجاع خلیلزاده اونجا. این لحظه‌ایه که ضربه شجاع واقعا میتونست پنالتی باشه، انصافا میتونست پنالتی باشه. بعد مواظب باشن بچه‌ها. ارسال ریتسو دوان خطرناک روی تیر دو و عالی کار کرد رامین رضاییان. کنترلش هم عالیه، همچنان داره با توپ جلو میره، یه دریبل عالی رو میزنه، یه ارسال روی دروازه، موقعیت برای عزت اللهی. ضربه قشنگی رو زد اما زاویه نداشت ضربه‌اش. از این زاویه تماشایی بود حرکت سعید عزت اللهی. یه ضربه پلی‌استیشنی رو به توپ زد. امیدوارم آفساید نباشه. رامین یه پاس در محوطه جریمه سردار آزمون، یه برخورد آفسایدی که نگرفته اما برخورد مشکوک به پنالتی بود. دستش باز بود واقعا یه جورایی. جهانبخش ارسالش روی دروازه، موقعیت برای ابراهیمی، ارسال روی دروازه، موقعیت برای محبی. عالی کار میکنه سامان قدوس. موقعیت برای سامان، یه بازیکن از مقابل بر میداره. سامان قدوس، این رضاییان. دروازه ژاپن و ما قشنگ میشه گفت 4-2 رو به نام خودمون زدیم. موقعیت پنالتی برای ما. داور پنالتی گرفت. گفتم بهتون میشه این کارو تموم کرد تو این مسابقه. پنالتی برای ما. وای خدا، ما داریم میبریم این بازی رو، ما داریم ژاپن رو میبریم. باورش واقعا آسون نیست. پنالتی که کنعانی زادگان میگیره برای ما و ایتاکورو هم خطا کرد، باید کارت بگیره و اگر کارتو بهش بده اخراج هست. قطعا پنالتیه، قطعا این حرکت پنالتیه و ببینیم کی میخواد این پنالتی رو بزنه برای ما. جهانبخش جای سامان رو گرفت. علیرضا جهانبخش، مهمترین گل دوران فوتبالت باید این گل باشه. این گل ما رو به فینال جام میبره. یه مرحله جلوتر رو من در نظر میگیرم. ما میتونیم با این گل به فینال جام ملت‌ها بریم. علیرضا جهانبخش، ضربه علیرضا جهانبخش و توی دروازه. گل دوم برای ایران. ایران 2 ژاپن 1. باورش واقعا سخته. ما ژاپن رو بردیم. مهدی طارمی رو در تصویر مشاهده کردید، خیلی خوب زد ضربش رو علیرضا. توپ رفت سکنج دروازه ژاپن و ما 2-1 جلو میافتیم و این بازی رو ما میبریم. واقعا ما شایسته این گل بودیم، ما شایسته بردن ژاپن بودیم، ما تیم برتر بازی در نیمه دوم بودیم. ما خودمون رو تحمیل کردیم به ژاپن، ما فوتبالمون رو دیکته کردیم به سامورایی ها، ما فوتبال رو یاد دادیم به ژاپن مدعی. این بازی بهترین بازی تاریخ فوتبال ماست. این بازی به یادگار خواهد ماند برای نسل‌ها. ما این بازی رو با شایستگی بردیم و حالا وقت جشنه، وقت سر دادن سرود شجاعت و مردانگی بازیکنان ماست.
ما این بازی رو میبریم، با شایستگی تمام میبریم. ما میریم برای قهرمان شدن در این بازی ها. من تبریک میگم به تک تک مردم عزیز کشورم. لیاقت این خنده از ته دل برای تک تک مردم ما یه واقعیت مسلمه. اشک شوق تک تک بازیکنانمون در زمین شاید برای اونها هم باور چنین لحظه‌ای دشوار بود، اما نیمه دوم همه چیزها رو عوض کرد، همه باورها رو تغییر داد. خسته نباشید، خدا نگهدار.